ازبک‌ها به پایان رسید. تنها گل این مسابقه رو تیم ازبکستان در دقیقه 71 به ثمر رسوند. همین صحنه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید. اما در نیمه اول این بازی تیم کشورمون برتر از حریف ظاهر شد. اولین خطر جدی ایران دقیقه 8 به وجود اومد، اما ضربه سر قوچان نژاد با فاصله اندک از بالای دروازه ازبک به بیرون رفت. چند دقیقه بعد در یک کار هماهنگ تیمی محمد نوری دروازه ازبک‌ها رو با شوتی از پشت محوطه جریمه گشود، اما کمک داور با بالا بردن پرچم خود گل رو مردود اعلام کرد. تصمیمی که به نظر کارشناسان اشتباه بود. دقیقه 30 قوچان نژاد باز هم فرصتی برای زدن گل به دست آورد، اما ثمری نداشت. دقایق بعد هم ازبک‌ها روی دروازه ایران خطرناک ظاهر شدند، اما مهدی رحمتی تسلیم اونا نشد. در نهایت دو تیم در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. اعلام میشه، واسه عمق انداخته میشه. چه وقت خوبی الان واسه گل زدن این ضربه و توپی که راهی کورنر میشه. خطا. اوه چه اعتراضی میکنن نیمکت شیران ما. اشکال دژگاه هم یه جوری درگیر شده. نباید بچه ما وارد این جنگ‌های روانی بشن. سرور جبار رو ملاحظه میکنید. آندا دعوت به سکوت میکنه بازیکن حریفا به شکل نچندان دوستانه. به شکل نباید بذاریم که جنگ‌های روانی شرایط بازی رو تغییر بده. کل نیمکت ما هم یه دفعه بلند شد رو هوا وقتی این تصمیم گرفتش این خطا گرفته شد.